کار را از چی باید سر کرد؟ تقدیرتان را به دست خود گیرید. در عکس حال آن را نفر دیگر به دست می گیرد. نوئل تیچی. در ابتدا شما باید سرشته کردن ثروت کمتر را آموزید. تا زمانی که سرشته بایگری اندک را نآموزید، هرگز سرشته نمودن ثروت کلان را نمی توانید. مطابق آمار از هر 100 نفر 16 نفر حتما پولدار می شوند، اما از بین آنها 1 نفر ثروت جمع آوردهش را تا آخر حیاتش نگاه می دارد. انا همان نفری که بایگریش را تا آخر عمر حفظ کرده می تواند شخصی ثروتمند حسابیده می شود. ثروت پیدا کردن نسبت به نگاه داشتن آن کاری آسان تر است. آنهایی که شوق و رغبت به اندازه ثروتمند شدن دارند، این قاعده اساسی را در خاطر همیشه باید نگاه دارند. امکانیت های خود را از پول بالا گذارید. آنگاه خود آن نصیب شما گردیده برایتان خدمت می کند. اگر انسان امکانیت خود را از پول پستر گذارد، آنگاه پول کدام غذا خوردن، چطور لباس پوشیدن، در کجا استراحت نمودن، به خویش و تباران و یار و دوستان چی چیز تحفه کردن را معین می کند. اگر خواهید که اینان حیاتتان در دست خودتان باشد، پس امکانیتتان را از پول حتما بالا گذارید. همین قاعده را بارها تکرارا خوانید و در مورد آن اندیشه کنید. آن را باید از خود کنید و زود زود تکرار سازید. باور داریم شما کارتان را دوست می دارید، اما برای به جای رسیدن دوست داشتن هنوز کمتر است. شوق و رغبت ضرور است. با شوق و رغبت خفه شدن، اندوه و غصه خوردن، حتی عذابی چی می شده باشد یا چیزی نمی شود ربط دارد. از برای رغبت برای عملی کردن آرزوها خود را پره ولی نه قسماً بخشیدن خاص می باشد. آدمان وا می خورند که فقط برای ضرورت کار می کنند. آنها سری وقت به کار می آیند، سری وقت از کار می روند، عهده‌داری هایشان را خوب اجرا می کنند، ولی نسبت به کار دلگرمی ندارند. به آنها جریان مقرری کار مهم است. این گونه آدمان حتی آرزو کردن را هم قطع می کنند. در انجام به جای نمی رسند. اگر شما ثروتمند شدن خواهید، هرگز به مجرای حیات شنا نکنید. هیچ کدام، نه دولت و مملکت، نه قانونها به رفاهت و نیک و احوالی شما خود را مسئول نمی حسابند، بلکه مسئول زندگیتان خود شما می باشید. برای به مقصد رسیدن به ما قالب نوی تفکر، تجربه و جهان بینی ضرور است. چیزی از علم و هنر آدم مکملتر نیست. امکانیت های استفاده بردن آن را آموختن ضرور است. 98% آدمان اطراف ما مطابق قالب های معمولی اندیشه می کنند. آنها خویش و اقربا، دوستان و رفیقان ما می باشند. همه آنها تخمیناً به طور زیرین اندیشه می رانند. اگر پول و مال می داشتم کار می کردم، اما به ثروت هیچ کار کرده نمی شود. ولی حرف در سر آن است که برای صاحب پول شدن کار کردن ضرور است. برای در عمل تطبیق نمودن آرزوی خود دانش نو آموختن لازم است. باره از خود بپرسید، آیا آدمان اول ثروتمند شده بعد دانا می شوند یا نخست دانشمند می گردند و بعد ثروتمند؟ البته در ابتدا صاحب عقل و خیرت گردیده سپس ثروتمند می گردند. بنابراین دانش‌های را آموزید که آدمان ثروتمند و موفق گرد آورده اند. تجربه آنها را از بر کنید و حتما شوق و رغبت را وابسته به آرزوی خود به کارتان در خود تشکل دهید. در خاطر نگاه دارید و عمل کنید. اگر شما صاحب پول و مال شدن خواهید، هرگز با مجرای حیات شنا نکنید. همیشه خود را وابسته نتیجه فعالیتتان حساب کنید.
مثلی. پیشنهادی تصمیم. یک روزی سرد و غبارآلود زمستان دو بچه در بالای کول یخبسته یخمالک بازی میکردند. بعض جایهای آبی کول تنوک یخبسته، جای دیگرش غفستر، ولی کودکان به آن اهمیت نمیدادند. ناخواست در آن جایی که یخ تنوک بود یکی از کودکان به زیر آن فرو رفت. بچه دویم دست و پا گم نکرده سنگی رو گرفته جای دیگر یخ رو شکست و رفیقش رو از آب کشیده برآورد. نجات دهندگان در جای حادثه آمده از پسرک پرسیدند تو این کار را چطور انجام دادی؟ آخر یخ خیلی غفص و با این سنگ و با این دستی خردکک شکستن آن از امکان بیرون است. در همین لحظه ها پیرمرد و نزد آنها آمده تبسم کنان گفت من میدانم او این کار را چطور اجرا کرد. این طور در نزد کودک کسی نبود که گوید یخ را شکستن نمی شود، این ناممکن است. یعنی بچه تصور میکرد که یخ را شکستن آسان است وگرنه او می هراسید و هرگز به نجات رفیقش نمی شتافت. طور اینشتین فرموده است اگر چیز را تصور کرده توانی آن را بجا آورده هم می توانی. سفربرکنی قابلیت. انسان قابلیتش را زمان می فهمد که برای استفاده بردن آن عزم نماید. سینکه خوردی. زمان یک نفر املاکدار بود. او دختری خوشگل و خدرس داشت و می خواست بداند که آیا جوانان دخترش را دوست داشته به او خانه‌دار شدن می خواهند یا برای پول و مال پدرش خانه‌دار شدنی اند. نهایت او تصمیم گرفت که جوانان را سنجد. با همین مقصد او آنها را نزد حفظ گرد آورده اعلان نمود هر نفری که همین حفظ را شنا کرده گذرد به طریق زیرین مکافاتانیده می شود که خودش می تواند انتخاب کند یا از 3/1 حصه زمینم را یا از 3/1 حصه ثروتم را و یا دخترم را. ولی در یاد داشته باشید که در حفظ تیمساح‌های گرسنه هستند. مرد سخنانش را هنوز تا آخر نرسانده بود که یکی از جوانان به آب جهید. مرد ثروتمند از چنین قرار جوان مردانه و اراده قوی آن جوان در حیرت افتاد. تیمساح‌ها تعقیبش میکردند ولی جوان میکوشید از آنها تیزتر شنا کند. نهایت تا به او رسیدن تیمساح‌ها به ساحل برآمد. مرد حیرت زده ثروتمند از آن جوان پرسید که آیا او از این 3/1 حصه زمینش را میخواهد؟ جوان نگفت نباشد از 3/1 حصه ثروتم را میگیری؟ باز جوان نگفت. مرد ثروتمند اکنون اندک آسوده شد و از جوان بار دیگر پرسید آیا شوهر دختر من شدن میخواهی؟ جوان جواب اولش را باز تکرار کرد نه. پس تو چی میخواهی؟ پرسید املاکدار. من همان نفری را میخواهم بیابم که مرا به حفظ تله داد. پاسخ داد جوان. این مثال نشان میدهد که همه آدمان امکانیت جسمانی و ذهنی خود را درست قدر کرده نمیتوانند ولی در حالت غیر چشم داشت همین قابلیتشان ظهور میکند. اگر این جوان را در اختیارش میگذاشتید خود را هرگز به خواهش دل به حفظ نمیانداخت. استادی با مهارت هم شاگردش را برای اجرا کردن عمل وادار میسازد که او با خواهش خودش اجرا کرده نمیتواند ولی استاد برای ظهور کردن قابلیت شاگرد کمک میرساند. استاد ناعهده برو میگوید خوب همین کار را فردا میتوانی انجام دهی ولی این رفتار استاد از دوستداری نبوده بلکه از دلسوزی است. عاقبت دلسوزی جراح احتمال مرگ بیمار است. این را هرگز نباید فراموش کرد. راه و روش ثروتمندان. اکنون باید فهمید که شما الکی به درونی این حوض تیمساحدار با معنای مجازی در آمده اید. این معنای آن را دارد که شما به دایره مالیوی یا خود کار کردن با پول و ثروت وارد شده اید و شما را تنها استفاده بری عاقلانه پول و مال نجات داده می تواند. از این رو دانستن پرینسیپ های مناسبت کردن با پول و قانون هایی که در محیط مالیوی عمل می کنند ضرور است و شما من محض همین سبق ها را دادن می خواهم. در نوبت اول
چند قاعده زیرین را به خاطر گرفتن ضرور است که ثروتمندان آنها را در حیات خودشان استفاده میبرند. هدف داشتن این صاحب ایده های نوچیز و اشیای زیاد نبوده، بلکه چیزی است که هنگام داشتن آن شما را شوق و رغبت پرجوش و خروش فرا گرفته به عمل کردن وادار می سازد. پول هم به مانند آدمان عمل و عکس العمل دارد. با پول معامله خوب کرده آن را اگر از خود دور نساخته حرمت کنید، خود نزدتان می آید و به شما می ماند. آدمی که آینده حیاتش را به نقشه نمی گیرد باید فراموش نکند که آدمان دیگر به جای او حیاتش را به نقشه می گیرند. همه دارایی های امروزه محصول کار و فکر دیروزه می باشند. پول مایه اساسی زندگی نیست، ولی اگر آن برای زندگانی مدام کافی نباشد، پس به مایه اساسی تبدیل یافته در موقع اول جای می گیرد. این قاعده ها را در خاطر نگاه دارید. خانه، ماشین و حوالی داشتن هنوز مقصد نیست. پایانتر کتاب ما به سر این مسئله دوباره بر می گردیم. ما برای چی درباره پول و ثروت گفتگو میکنیم؟ حوزه را که در آن تیمساح ها میزیستند در خاطر دارید. ما باید اداره کردن پول ها را آموزیم. کم یا زیاد شدن پول فرق ندارد. حتی آدم دیندار هم باشید مجبورید درباره پول بیاندیشید. اگر دیپلمدار و یا دکتر علم هم باشید، در جیبتان پولی راهگیرا نداشته باشید، خود را ناهنجار احساس می نمایید. به قاعده دوم دقت دهید و در این باره فکر کنید. روز می رسد که شما می توانید در یک روز نظر به همه سالهای گذشته بیشتر پول به دست آورید. این حالت امثال مسابقه ورزشی است. برای غالب آمدن در مسابقه که همگی چند لحظه دوام می کند، ورزشگر چندین ماه و سالها را با مشق می گذراند. اما در نظر ما چنین می رسد که محض در لحظه های مسابقه غلبه نصیب ورزشگر شده است. موفقیت نتیجه مشق های طولانی خسته کننده و زحمت دائمی می باشد. از این رو در خاطر داشته باشید وقت فرا می رسد که مقصدها، نیتها و امیدهایتان شما را به سمت به دست آوردن پول و موفقیت روان شدن وادار می سازند، به شرطی که این رو شما از تحت دل می خواسته باشید. انا آنگاه به شما امکانیت دست می دهد که درباره آن آرزو می کردید برای تطبیق گشتن آن کوشش به خرج دهید. هنگام مطالعه کتاب همیشه خاطر جمع باشید و تمام اندیشه های منفی را از معینه خود دور انداخته تبسم کنید و خود را به اندیشه های مثبت اندرمان سازید. طبعتان باید بالیده باشد، زیرا طبع بالیده برای زودتر درک نمودن و آموختن سبب می گردد. در ابتدا واقعه جالبی را حکایه می کنم. دختر بچه به نزد مادرش دویده آمده پرسید: وقتی به غایه می رسی کی شدن می خواهی؟ مادر بدون اندیشه جواب داد: زن می شوم. مادر: چرا دروغ می گویی؟ تو الکی زن هستی. ناراضیانه ایراد گرفت دختر بچه. اکنون گویی که زمان بزرگ شدی کدام کسب را انتخاب می کنی؟ من معلمه می شوم، جواب داد مادر. تو الکی معلمه هستی. با تحیر خطاب کرد دختر بچه و سوالش را تکرار نمود: مادر، اگر بزرگ شوی تو کی می شوی؟ نهایت زن فهمید که او برای دخترش همیشه هم مادر و هم معلمه بود، اما او می خواهد مادرش را باز هم کسی بزرگتر بیند. او اندیشید که در حیاتش می توانست شخصی نمایان گردیده به کامیابی بزرگ نائل شود. زن در چشمان دخترش محض همین خواهش را خواند، زیرا همه فرزندان در دل آرزو می پرورند که والدانشان را نه در نقش دوم و سوم درجه بلکه در نقش اول بینند. آنها به ما فهماندن می خواهند که ما می توانستیم در حیات به نتیجه های از همه بلند دسترس گردیم و می توانیم آرزوهای خود را عملی نماییم. فراموش نکنید که فرزندان با والدانشان افتخار کردن را دوست می دارند. مقصد داشتن این صاحب ایده های ناچیز و اشیای زیاد نبوده، بلکه چیزی است که هنگام داشتن آن شما را
شوق و رغبت پرجوش و خروش فرا گرفته به عمل کردن وادار می سازد. پول هم به مانند آدم عمل و عکس العمل دارد. با پول معامله خوب کرده آن را اگر از خود دور نساخته حرمت کنید، خودش نزدتان می آید و با شما می ماند. آدمی که آینده حیاتش را به نقشه نمی گیرد باید فراموش نکند که آدمان دیگر به جای او حیاتش را به نقشه می گیرند. همه دارایی های امروزه محصول کار و فکر دیروزه می باشند.